پنگوئن‌ها چگونه در برابر سرما مقاومت می‌کنند؟ بیاییم با هم بررسی کنیم. برخلاف پرندگان پرواز کننده، پرهای پنگوئن‌ها کوتاه، فشرده و به هم پیوسته‌اند و لایه‌ای تقریباً نفوذناپذیر در برابر باد و آب می‌سازند. زیر این پرها یک لایه کرکری وجود داره که هوا رو به دام میندازه و به عنوان عایق حرارتی عمل میکنه. لایه چربی هم گرمای بدن رو در برابر سرمای شدید حفظ میکنه. پنگوئن‌های امپراتور تنها پرنده‌ایه که در زمستان سرد قطب جنوب قادر به ادامه حیات است. علاوه بر پوشش ضخیمی از پر که بدن این پرنده رو پوشانده، لایه‌ای از چربی نیز زیر پوست بدنش داره. اما این پرندگان علیرغم داشتن این پوشش دولایه برای گرم نگه داشتن خود در برابر بادهای سرد دست جمعی کنار هم حرکت می کنند. جوجه پنگوئن‌ها برای گرم نگه داشته شدن بدنشان بین پاهای والدین خود حرکت می کنند. جالبه بدانیم که پنگوئن‌ها یخ نمیزنند. محققان میگویند که میتوانند با الگو گرفتن از این ساختار ماده‌ای ضد یخ بسازند. از این ماده میتوانند در روکش هواپیماها و همچنین در شیشه خودروها استفاده کرد. آنها در حال حاضر خشایی متشکل از نانوفیبرهایی در هم فرو رفته ساخته‌اند که میتوانند به همان اندازه در مقابل یخ مقاوم باشند.